من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. دایات قبلی هم الله متعال برای تربیت انسانها از انواع وسایل بیدار کننده الله متعال کار گرفته بود. الله بندگان خدا نمیگذاره بلکه به اشکال مختلف میخواه بندگان بیدار شوه، هوشیار شوه، حقیقت زندگی خدا درک بکنه و مسئولیت خدا بشناسه. از همون خاطر است که الله متعال به انواع گوناگون راههای مختلف تربیتی را اختیار کرده. گاهی انسان را تکلیف واقع میکنه به خاطر که تکلیف یا رنج و مشقت سبب بیداری انسان شوه یا کمی با فکر شوه. انسان در حالت راحت و خوشی خیلی مست می باشه، غافل می باشه، فکر میکنه می عیش و عشرت همیشه دائمی است و یک امر ذاتی و لازمی امرای زندگی است، از بین نمیره. الله متعال انقلاب میاره، تغییر میاره در زندگی انسانی تا از خواب غفلت بیدار شود، رای بندگی الله متعال بشناسه. گاهی طور است که انسان توسط نعمتها یک کمی متوجه میشه که الله متعال چقدر مرا احسان کرده و مرا اینقدر قدر و قیمت داده و ما در مقابل الله خود بسیار نعوذ بالله سرکش و طاغی باشم. از این خاطر سر در گریبان کرده باز بیدار میشه. الله متعال برای بیدار ساختن بندگان خود هیچ وسیله که سبب بیدار شدن انسان است و سبب تربیت انسان است نمیگذاره. از این خاطر الله متعال این واقعات و حالات ذکر میکنه. همه این مسائل برای عزیز است که انسان درک بکنه که مستحق عبادت تنها الله متعال است، کسی دیگر مستحق عبادت شده نمیتونه. امتحانات الله در صحنه زندگی انسان دو قسم می باشه، یکی در حالت فقر و سختی و تکلیف و یکی هم در حالت راحت و نعمت و خوشحالی. البته وقتی که در امتحانات انسان جور نشد باز الله متعال یاره یک کمی عذاب برش میده، لیکن پوره عذاب در دنیا الله متعال نمیده بلکه میگذاره برای آخرت. همین کم عذاب هم به این خاطر است که مگرم باز این بنده از همون خواب غفلت بیدار شود. از همون خاطر انسانها بسیار غافل هستند. وقتی این حالتها را میبینه باید بدانه که الله متعال چه قسم وسایل تربیتی را برای انسان پیدا کرده، ولی انسان بازم غافل است، از خواب غفلت بیدار نمیشه. الله متعال در اینجا میفرمه ولقد ارسلنا الی امم من قبلک، یقینا ما فرستاده بودیم به سوی امتها پیش از تو، فاخذناهم بالبأساء والضراء. الله متعال میفرمه که مردما بی فکر در زندگی و تجربه محدود خود با وصفی که نافرمانی های خیلی زیاده از الله متعال میکنه، در عیش و عشرت خود مبتلا و مصروف هستند. انبیاء علیهم السلام برایشان دعوت میده، لیکن یا نعوذ بالله امو فکرهای و تجربه های دنیوی خود اصل هدف زندگی خود قرار داده، هیچ خود خبر نمیکنه، بلکه واقعات عینی را بس اوقات میبینن که حالات تغییر و تبدیل میشه، لیکن بازم بیدار نمیشه. یقینا که انسان خیلی فرفته مادیات دنیاست. اگر یک کمی خود از مشغولیت و مصروفیت خود از مادیات و مشغولات دنیا برطرف بسازه، کناره شوه، حقیقت درک کرده میتونه که دنیا چی است، چی صحنه است. پیش دایت‌های قبلی الله متعال برای ما گفت یک بازیچه است دنیا، فقط 4 دقیقه پاچا و وزیر خیالی را جور میکنی پسان بیران میکنی. دنیا ممو قسم حالتها را در خود داره. از همون خاطر الله متعال در اینجا میفرمه ما برای تربیت انسانها از هر نوع وسایل کار گرفتیم، روان کردیم در امتهای قبلی. فاخذناهم بالبأساء والضراء، گرفتم واره ما بالبأساء به تنگدستی، ناداری، بحران اقتصادی را سرش آوردم. بأسا جنگ هم میگه، لیکن حالت سخت هم میگه که انسان دوچارش میشه اگر او از ناحیه مرض باشه، تکلیف باشه، چی فقر و ناداری باشه یا کدام شدت و سختی دیگه. ضراء عبارت از اونمود تکلیفی است که از جهت مریضی و این حالت بر انسان پیش میشه. الله متعال میفرمه ما امتحان کردیم، این صحنه ها را سرشان آوردیم. برای چی؟ الله چی نیازی داره؟ لعلهم یتضرعون، به این خاطر که یا عاجزی را بکنه. لعلهم یتضرعون، اصل تضرع میه آمدن شیر در پستان حیوان، این را تضرع میگه.
به این اشاره میکنه کسی که از یک طرف الله متعال خو خیلی وسایل تربیتی را آماده میکنه، اما شرط اینجا هم است که کسی قابل باشه، اهلیت پذیرفتن از این را داشته باشه. صحیح است که یک دانه را با وصف که خیلی زیباست، هیچ نوع چی را نداره، گندگی را نداره، این دانه بالکل سالم است او حتما تیغ میزنه، اما زمین هم آماده برای دانه باشه که از او دانه چیزی برای. خلاصی سخن ایست، سخن ها هر قدر مؤثر باشه، هر قدر بلیغ باشه که در قلب انسان تاثیر میکنه، اما جانب مقابل و مخاطب اگر پذیرا نباشه، ماده انفعال و قبولیت در او موجود نباشه، باز تاثیر گذار نیست. از امو خاطر است که امتحانات الهی سبب بیدار شدن بعضی افراد میشه، نه همه افراد. چرا؟ بعضی افراد هستن که قلب پذیرا دارن، در او حق طلبی وجود داره، اونو مردم واقعا از این درس میگیره و متوجه حالات خود میشه. اما مردمایی که نعوذ بالله همیشه در فکر مادیات دنیاست، هیچگاه هم از این امتحانات الله متعال بیداری نصیبشان نمیشه. قرآن کریم امی گپ برای ما میگه. پس از او خاطر است که فایده یا ثمره از همه چیزا در دنیا کسانی میگیره که وا قلب پذیرا داشته باشند، لااقل آمادگی برای شنیدن و برای گوش گرفتن داشته باشه. هرگاه یک انسان وسایلی که سبب بیداریشان میشه مثل شنیدن سخن، دیدن واقعات و حادثات، به این تن نمیده که حتی ببینه یا بشنوه از کجا یا بیدار شوند و مسائل حق بپذیرند، هیچ پذیرفته نمیتونه. فلولا اذ جاءهم، الله متعال میفرمه امی انسان بود لایق خوی بود که هرگاه تغییر در زندگیش می آمد میدانست که الله اکبر، همه حالات زندگی ما در اختیار ذات دیگری قرار داره و اموری که در زندگی ما برای ما پیش شده این امر ذاتی و لازمی خودم نیست، کمال خودم نیست. چرا که اگر کمال خودم می بود هیچگاه انسان راحت خود تبدیل به زحمت نمیکنه. اما ما میبینیم گاهی حالت غم و گاهی حالت فقر به انسان میاد، از امو خاطر انسان متوجه میشه که بله همه اختیارات زندگی ما در اختیار ذات پروردگار است و ما باید متوجه باشم. دی فکر بکنه که علی نعمته که الله برام داده چه قسم حفاظت میکنم که از ما گرفته نشه، در صدد عظیمشه. از امو خاطر کسی یک وظیفه را پیدا میکنه، باز در تلاش عزیز که ما از این وظیفه نبرایم، صداقت اختیار میکنه. در یک دایره دولتی اگر کسی مقرر میشه، معاش خوب داشته باشه، پاداش خوب داشته باشه، او تلاش میکنه که ادناترین خیانت فساد در این وظیفه خود انجام نده، به خاطر خوف از اینکه باز از این وظیفه منفک میشه. مؤمن نمیتونه حالات خوشی خود در نظر بگیره. الله متعال از او خاطر میفرماید ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. تغییر اگر در وجود خود انسان نمیاره، تغییرات آمده نمیتونه. سرنوشت نیکبختی انسان الله متعال به اختیار خود انسان گذاشته. خود انسان باید در این مورد فکر بکنه و در این مورد ارزیابی بکنه، مطالعه بکنه. همینطور نمیشه. الله متعال از او خاطر میگه فلولا اذ جاءهم باسنا. چرا؟ اصلش فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا، اصلش فلولا تضرعوا. چرا عاجزی نکردن در آن وقتی که آمد باسنا، همون شدت و سختی تکالیف ما که سری مردکه آوردم. یعنی الله متعال میفرماید که حالت تغییرات حالت سرش آوردم، چرا عاجزی نکردن برای الله؟ ولکن قسد قلوبهم، در جای ازی که یا یک کمی متوجه میشدن، بیدار میشدن که چرا این حالت سر ما تغییر آمده، حتما این تغییرات از جانب خودم است، البته جرم میکنم، گناه میکنم، نه، ولکن قسد قلوبهم. لیکن نعوذ بالله اینجا قلبای از یا دیگه هم سخت شد. الله به خاطر نپذیرفتن و نبیدار شدن از خواب غفلت این مردم دو وصف ذکر میکنه. یک وصفش است که ولکن قسد قلوبهم، قلبای از ما محکم شده. از همون خاطر در صورتی که قلب محکم شده باشه، تو هر قدر زمین سخت شورزاره که هر قدر او بدی کوت و کیمیایی بدی، هیچ چیز هم سبز نمیکنه. علت است که زمین صلاحیت و قابلیت ازیره نداره که بپذیره، جذب بکنه او را. از همون خاطر الله متعال میفرمه پندا، نصیحتا، آزمایشا، امتحانات الهی سبب بیداری از یا نمیشه. علت است که قلب اینجا محکم است. یک و زین لهم الشیطان، شیطان بر از یا مزین ساخت. علت دومی نمیسته. انسان همیشه که حق نمیپذیره دو وجه داره. یک وجه است که قلب خیلی سخت است، همیشه نعوذ بالله گناه کرده، امو پذیرشی که در قلب وجود داد، سفیدی او را کلش از بین برده.
مبدل به سیاهی شده. حالی سخن سرش تاثیر نمیکنه. همین مردمایی که سالا مالی مردم خوردن، قتل کردن، غارت کردن، برای از قرآن خواندن، خطبه خواندن، برای از آخرت گفتن، هیچ تاثیری نداره. علت است که واد معصیت خود در درجه رسیده که سنگ گشته. حالی هیچ نوع سخن برای از چی نمیشه. باز از اینمی قسوات قلبی که سبب عصیان نافرمانی میشه، انسان در سرحد میرسه که گناه خود ثواب میدانه. باز اونجا اینطور فکر میکنه که من عملی خوب انجام میدم. مردم خراب است. همین مردمایی که واقعا نافرمانی زیاد کردن همینطور برشان معلوم میشه. وجه دوم سبب خطا شدن انسان تزیین شیطان است، اعمال ناشایسته را برای تو. و زین لهم الشیطان ما کانوا یعملون. کدام کاری که انجام میدادن شیطانی را خوب جلوه میداد، فکر میکرد که کارای خوب است. انسان همیشه همینطور است. زمانی تو کار بدعت میکنی شیطان مزین میکنه، مردم محکم است سرش. عنعنات رسومات پدرای ماست، شیطان مزین میکنه. نمیگه که دی عنعنات پدرها چیست، چی فایده ماست. کمرای ما را شکستانده، ما را در بدر خاک بسر کرده. در اسلامی طور نیست که یک غم شو مرده شو یک ماه نه در دکان برو، نه در وظیفه برو، معلمی تهلاک، همه گپای تهلاک. چرا؟ والا رواج قومی ماست. رواج قومی در بدر کرده. تو خو یک کمی فکر بکن، از عقلت کار بگی. اما شیطانی خبیث اینمی کارا را مزین میکنه. انسان نعوذ بالله برای پذیرفتن حق نمیگذاره که انسان بیدار شود. الله متعال میفرماید فلما نسوا ما ذکروا به، هرگاه که فراموش کردن ما او نصیحت را یا او ایمان و حکم پذیرفتن، ذکروا که نصیحت داده شده بودن به او چیز با واسطه انبیاء علیهم السلام، برای از یا نصیحت داده شده بود که یا بپذیره ایمان بیاره نصیحت قبول کنه، نشدن. بازم یا که فراموش کردن از این را یا بیدار نشدن. الله متعال راه دیگری را انتخاب کرد، تربیت از شیوه دیگر شروع کرد. الله متعال فتحنا علیهم ابواب کل شیء، ما باز کردیم بالایشان دروازه های تمام چیزا را. دروازه های عیش و عشرت اعلا شد، بس دیگه از هر طرف سرزی میباره. حتی اذا فرحوا، تایی که یا خوش شدن. فرح بدمست میگه. اصل فرح او را میگه که انسان متکبر شوه، بطر الحق، رد کردن حق، نپذیرفتن حق. انسان وقتی حق هیچ دقیقش نمیشه. این الله متعال میفرمه حتی اذا فرحوا، دل بسته کردن به می عیش و عشرت، فکر کردن اینمی اصلی چی هست، خوشی ذاتی و لازمی ماست، از زندگی ما دور نمیشه. حتی اذا فرحوا، تایی که یا خوش شدن یعنی مست شدن، تکبر کردن بما به اون نعمت اوتو که برشان داده شده بودن. الله متعال میفرمه نشدن این مردم از زیرا هم، بلکه دیگه امرای طغیان و سرکشی را در پیش گرفتن. اخذناهم بغتة، ناگهان گرفت میاره، بدون از اینکه یا گمان میکردن که سرشان حالت ناگوار بیا، عذاب سرشان بیا. نه فاذا هم مبلسون، ناگهان کلی از یا مبلسون، ناامید هستن، یا افسوس میکنن، یا غمگین هستن که چرا این حالت آمد. به او جرمای خود نظر نمیکنه که مرا الله اینقدر نعمت ها داده بود، چی کردم؟ این نعمت خود غلط استعمال کردم. عذاب نتیجه استعمال غلطی ماست که نعمت الله را غلط استعمال کردیم. باز ناامید است، سراسیمه شده، آلی را گم کرده، چی بکنه؟ مومن طور نیست. مومن در حالت راحت هم خدا گم نمیکنه، در حالت فقر و تنگدستی و سختی هم خدا گم نمیکنه. در حالت هر قدر شدتی سختی از زندگی سرش بیا، بازم استوار است، به الله خدا تسلیم کرده و میفهمه که از جانب الله است. قضای الهی را در مورد خود بالکل عدالت میدانه و برای او تسلیم است، ناامید نیست. بازم این آرزو را داره که الله برام اجر میده سری سختی. همچنان در حالت راحت بدمست نیست، نعمت الله را در جای مناسب استفاده میکنه و اینطور نمیکنه که نعوذ بالله آل زمین اسای نکنه، آسمان اسای کنه. اما کسانی که حقیقت دین نمیفهمه، 4 روز که راحت و عیش و عش پرستی برش برابر شد، باز میبینی. ما خب بارها گفتیم تحمل نعمتهای الله را هر کس کرده نمیتونه که چه قسم استفاده کنه و چه قسم یقینا از او کار بگیره. 4 روز برای ما و شما راحت حاصل میشه. کلان مردمای ما در روز جمعه بجای از اینکه در مسجد جامع بره، در قرغه میره، در سالنگ میره، همراه زن و دختری کلوچی خود اونجا تصویرگیری میکنه. اینی حالات ماست. باز تقاضای شراب و کباب میکنه،
یک کمی که پولش اضافه شه شبش در افغانستان تیر نمیشه، در دبی حرکت میکنه، هر شب میره در دبی. اینی حالات انسان است. انسانی که واقعا عقیده به آخرت نداره، ایمانی درست نداره، او در هر حالت مبتلا به مصیبت است. هم حالت عیش و عشرتش راحتش مصیبت است، هم حالت عذاب و تکلیفیش. الله متعال میفرما ما خو انواع وسایل تربیتی را برای ازی پیش کردم که مگرم یه آدم به هوش بیا یکی متوجه شوه، اما این مردم به هوش نمیاد. الله عذابای خدا گوناگون روان میکنه. قوم نوح علیه السلام، سمودیارا، عادیارا، قوم لوط علیه السلام، کلشان انواع عذابا را برش آورده. این به این خاطر که مردم یک کمی بیدار شوه. سر انسان انقلاب یا تغییری که در زندگی میاد به خاطر بیدار کردن است. سلف ما وقتی که میدین پایش در سنگ میخورد متوجه میشدن که کدام کاری گناه است پیش ما سر زده. زمانی که اولاد خود امر میکرد فلان کار انجام بده، یک کمی دستک میزد که انجام نمیدم، میفهمید که حتما خلل و نقصان در ما پیدا شده، از او خاطر اولاد از پیش ما اطاعت نمیکنه. اینقدر متوجه بود به زندگی خود. یک کمی نفاق یا گفتگو در بین خانه در بین امرای زن پیدا میشد، میفهمید که بله یک چیزی از سنت های پیامبر صلی الله علیه و سلم از ما متروک است. امروز هزارها عذابا برای ما میاد، ما حتی بیدار هم نمیشیم، هیچ متوجه نمیشیم، بلکه همیشه انتقاد سری الله. الله ما را آرام نمیمانه، این قدر جنگ است اینجا، این طور است، این طور است، این طور است، همین گپا را میگیم، بلکه کلی ملامتی را خودی ما سری دیگر انداخته رایستیم. کس خدا ملامت نکرد که ما چی کردیم، در دایره قدرت خود ما چی کردیم. امروز بگذار پاچاره، بگذار وزیره، بگذار فلانه، بگذار فلانه، تو در دایره قدرت خود چقدر اطاعت و فرمانبرداری الله را کردی؟ یک خانه تسلیمی تو سرپرستش دوستی، چقدر عدالت مراعات کردی در حق بچه و دختری، در حق زنی، چقدر مسئولیت ادا کردی؟ راستی تا بگو چقدر طاعت عبادت الله را کردی، این را بگو. فقط همیشه ما ملامتی را سر دیگه کسا انداختیم، نمیفهمیم که اصل گپ در کجاست. اگر هر کدام ما متوجه مسئولیت خود شویم، واقعا بدانیم ادارات دولتی کدام مردم است، کسی بیگانه یا خارجی خونه است، خاموش ماستیم. از همین خانه میریم، از یک خانه مامور، از یک خانه رئیس، از یک خانه مدیر رفته. رشوت چرا است؟ به خاطری است که قرآن اعلام کرده عقیدت با الله هیچ نیست، آخرت بالکل فراموش کردی، احساس مسئولیت نمیکنی. از صبح که میبروی در تلاش ازیستی که چی در کدام جای موقع دزدی برام میاثر میشه. سخن به ما یکی میزنی در دل دیگه چیز است. چی حالت است؟ علت است عقیده ضعیف است، ایمان نیست، از قرآن دور شد مردم، از حدیث دور شده، از او خاطر. اما الله متعالی نمی حالات سر ما میاره به خاطر از که ما بیدار شیم. سخت‌ترین حالت سر ما آمد، روسا آمد، بعد ما بیدار میشدیم، میدانستیم که یقینا ما تارک کتاب الله و حدیث پیامبر هستیم، از او خاطر مبتلا به این سختی ها شدیم، بیدار نشدیم. حالی ببینید در قید و بند غربی ها قرار داریم، حالی هم همین حالت است، نمیشیم. شما ببینید تبصره های رادیو ها را که چی گپ است، مبصری سیاسی، همون کسی که مردم توقع داره که خیلی آدمی با فکر است، همون میگه که نه 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 ضرورت به نیروهای خارجی هست، ضرورت به نیروی خارجی نیست، ضرورت به این عقیده محکم که در قلب داری، به این است ای ملحد. تو از قرآن خبر نداری، نیروی خارجی چی میکنه؟ اداره تو را بکنه، پیرداری غرفه و اتاق تو را بکنه. تو یک دفعه متوجه به خود شو که من کیستم و چی میکنم. مسلمان هستم، اسلام نمیشناسم. مسلمان هستم، داد از دموکراسی میزنم. مسلمان هستم، دفاع از دموکراسی میزنم. مسلمان هستم، کلی کارایم غربی است، از لباس گرفته تا اخلاق، تا خوردن، تا نوشیدن، تا سلام، تا کلام، یک چیز اسلام دم دیده نمیشه و میگم مسلمان هستم. عجیب نیست؟ این حالت ها سر ما مطور مفت نمیاد. الله متعال واضح بیان میکنه این وسایل تربیتی ماست که ما به هوش بیایم، بیدار شیم، اما ما بیدار نمیشیم. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، پس از بیخ ریشه‌کن شد، فقطع بریده شد دابر القوم، بیخ قوم یعنی ریشه قوم بین می عذابا. کدام قوم؟ الذين قوم ظلموا، که ظلم کردن، شرک کردن، حق نشناختن، متوجه خود نشدن. والحمد لله رب العالمین، تمام صفتای کمال خاص برای الله است.